مثلشو هیچ جا ندیدی. روبان 4 سانتی، کریستال یا مروارید سایز 8، یه دونه تل. آموزش امروز همین 3 قلم متریال رو لازم داره. از یک سر روبان 2 تا کوک میزنیم و بعد شروع میکنیم به زدن کوک های 3 تایی. 3 تا کوک میزنیم، یک کریستال برمیداریم و دوباره از همونجا 3 تا کوک دیگه به سمت بالا میزنیم، جوری که یه مثلث تشکیل بده. دوباره یه دونه مروارید یا کریستال و 3 تا کوک بزرگ دیگه و بعدش خوب و محکم میکشیم تا یه چین خوشگل بیفته. همین کار رو بچه تا آخر باید ادامه بدیم. تا یادتون نرفته این پست رو حتما لایکش بکن، بعدم شیرش بکن برای اون دوستت که میدونی از این کارهای هنری خوشش میاد. تا جای این کار رو ادامه میدیم که اندازه روی تلمون بشه. بعدم که 2 تا کوک میزنیم و برش میزنیم تا همچین چیزی داشته باشیم. روی تلمون یه کوچولو چسب میزنیم و این نوار خوشگلی که درست کردیم و میچسبونیم. حتما از چسب حرارتی حسابی داغ شده استفاده بکنید. چسبتونم اگه اسپشیال باشه که عالی میشه. بعد از اینکه چسبوندیمش حالا نوبت میرسه به کاور کردن پایینش که من اول اضافه پارچه رو قشنگ چسب میزنم و بعد با یه تیکه روبان پایینش رو کاور میکنم. اگه فکر میکنی به این هنر علاقه داری حتما هایلایت های پیج رو ببین، چون چند روز دیگه یه تخفیف خوب روی دوره تلسازیمون هم داریم.